Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. محترم گنرال‌ها، افسران و سربازان قوه‌های مسلح، حاضرین گرامی، امروز از تأسیس یابی ارتش ملی تاجیکستان صاحب استقلال که یکی از رکن‌های اساسی دولتداری نوین تاجیکان می باشد 30 سال سپری می گردد. با این مناسبت تمام خدمتچیان حربی و سابقه‌داران قوه‌های مسلح تاجیکستان را که طی 13 ساله حمایه استقلال و آزادی کشور، حفظ مرز و بوم وطن، ثبات و آرامی و امنیت دولت و جامعه را همچون سپری با اعتماد تأمین کرده در بنیاد جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی سهمی بسا ارزشمند گذاشته ایستادند، صمیمانه تبریک می‌نمایم. قوای مسلح تاجیکستان زاده دوران استقلال و یکی از دستاوردهای مهمترین آن به حساب رفته از روزهای اول تأسیس یابی وظیفه‌های مقدس و پرشرف حمایه صاحب اختیاری دولت، تأمین نمودن صلح و ثبات، حفظ امنیت دولت و جامعه به دوش آنها گذاشته شده است. در این لحظه های ادانه ما می توانیم با افتخار و قناعتمندی اظهار نماییم که خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح
در دوره‌های بسیار حساس تاریخ دولت و خلق تاجیک از عهده اجرای رسالت تاریخی خود جوانمردانه و سربلندانه برآمدند و به اعتماد و احترام مردم تاجیکستان سزاوار گردیدند. بنابراین به همه خدمتچیان حربی قوای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و کارمندان مقامات حفظ حقوق مملکت برای خدمت صادقانه به دولت و خلق تاجیکستان سپاس و منتداری بیان می‌نمایم. رهبریت دولت و حکومت تاجیکستان مسئله تشکیل ارتش ملی را از روزهای اولی به دست آوردن استقلال در مرکز دقت خود قرار داده بود. ضرورت تشکیل ارتش ملی هنوز 9 سپتامبر سال 1991 در قرار شورای عالی کشور درباره اعلامیه استقلالیت جمهوری تاجیکستان تاکید گردیده بود. ولی وضع نهایت حساس و دشوار، مشکل‌های سالهای اولی صاحب استقلالی و جنگ تعمیلی شهروندی امکان ندادند که تاجیکستان ارتش ملی خود را تأسیس دهد. مسئله تشکیل قواهای مسلح در جریان برگزاری اجلاس تاریخی 16 شورای عالی به میان گذاشته شد و 18 دکمبر سال 1992 فرمان ریاست شورای عالی درباره تأسیس دادن ارتش ملی به امضا رسید. وقتی قبول قرار در خصوص تأسیس قواهای مسلح ما نه وزارت مدافع داشتیم، نه انشاءات انفراساختاری، نه زمینه ضروری مادی و تکنیکی و نه متخصص و کادرهای کسبی. در داخل تاجیکستان حتی در یگان جا انشاءات نظامی وجود نداشت. یگان انشاءات وجود نداشت. شما اهمیت داده باشید 18 دکمبر سال 1992 فرمایشنامه امضا کردم درباره تأسیس ارتش ملی جمهوری تاجیکستان. نوامبر 16 شورای عالی بود. دکمبر ما به امضا رسید. در جای خشک و خالی حتی یک کمان چوبی به ما میراث نمانده بود. پایانتر می‌ایستم میگویم چیکار کردیم. من طلا را نگاه کنید. ویترانا میدانم مقایسه کردن میتوانم. حکومت مملکت با وجود مشکلات سخت و سنگین اقتصادی و مالیوی از نخستین روزهای تأسیس یابی قوای مسلح دایر به تشکیل انفراساختار و تأسیس قسم و واحدهای نظامی تمام تدابیرهای ضروری را عملی گردانید. در نوبت اول 23 ایون سال 1993 قشرهای خشکیگر که اساس قواهای مسلح را تشکیل می‌دهند و نیروی سرشمارترین و پیشبرنده عملیات جنگی به حساب می‌روند تأسیس داده شدند و از روزهای اول برای مبارزه بر ضد گروه‌های ضد حکومتی، برقرارسازی ساخت کنیسانی و به اعتدال آوردن وضع حربی و سیاسی مملکت سفربر گردیدند. در این روند یعنی زمانی که در کشور هنوز جنگ شهروندی ادامه داشت، ما تشکیل قسم واحدهای حربی، مهیا نمودن زمینه‌های مادی و تکنیکی، آماده کردن افسران و سربازان دلیر شجاع دارای مهارت بلند کسبی و دانش و ملکه ضروری را وسعت بخشید.
در آن دوره سعی و تلاش حکومت مملکت همچنین به فراهم آوردن زمینه‌های حقوقی و آماده نمودن متخصصان و کادرهای بلند اختصاص روانه کرده شد. با این مقصد یک قطار قانون‌های نو از جمله درباره قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، درباره مدافعه و درباره عهدهداری عمومی حربی و خدمت حربی قبول گردیدند و هدف و وظیفه‌های ساختار و مقامات داخلدار دولتی در سمت تشکیل مدافعه و حمایت کشور معین کرده شدند. در مرحله‌های بعد ما در هیئت قواهای مسلح کشور قشون‌های خشکیگرد، قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی، قشون‌های زودعمل، جزو تام‌های تعیینات مخصوص، مؤسسه‌های تاسیسات نظامی و قسم‌های حربی آید به تأمینات جزو تام‌ها را تأسیس داد. یعنی قواهای مسلح ما از روزهای اول تأسیس یابی خود در مبارزه‌های شدید و نبردهای سنگین جنگ تحمیلی شهروندی اشتراک کرده تشکل و آب و تاب یافتند. افسران و سربازان دلیر و شجاع قواهای مسلح در سالهای دشوار مخالفت داخلی قرض وطنداری و رسالت وطندوستانه خود را اجرا کرده در جاده برقرارسازی ساخت کلیسانی و با اعتدال آوردن وضعیت در کشور سهمی بسا ارزشمند و تاریخی گذاشت. در رابطه با این میخواهم مخصوص ذکر نمایم که به شرافت دلیری و شجاعت و فداکاری و جانثاری های خدمتچیان حربی فرزندان باننگ ناموس وطن در کشور حاکمیت قانونی برقرار گردیده زمینه های استوار صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی فراهم آورده شدند. بسیاری معلومات نداشتند. من در رفت جلسات 2-3 ساعت جلسه شورای عالی گذراندم. بعد آن پرواز کردم. من همین سرحد ما سریاسیا می آمدم. از قسمت های خطلان، قسمت هایی که آرامتر بود ما دعوتشان را دعوت کرده در اینجا سر لباس و دیگر انامی قواهای خشکیگرد را در آن زمان در هیئتی در خود وزارت کارهای داخلی تأسیس داده بودیم، در همینجا تشکیل کردیم. شاهستون اساسی ارتش ملی و قوای مسلح جمهوری تاجیکستان فرانت خلقی تشکیل در سالهای اول و بعدا من اصاله میگذارم که حالا ما در کدام سطح قرار داریم. یعنی عموما ارتش ملی قواهای مسلح در یک 10 ساله نیست، 100 ساله ها لازم است که در اصل قوای مسلح باشد. ارتش باید ارتش باشد. از همه لحاظ تنها یک سر لباس نیست، یک پرده نظامی گذاشتن نیست. از همه لحاظ ما باید پیش از همه دقت اولین درجه به تیار کردن کادرهای نظامی و کادرهای در اصل نظامی و آنهایی که سطح بلندی کسبی نظامی دارند، حربی دارند. دقت اولین درجه دادن ما در کار. قواهای مسلح ما در دوره‌های میانبعد نیز بارها از امتحان صداقت، مهارت و جسارت و مردانگی سربلندانه گذشتند. در دوران مقاومت‌های مسلحانه و مبارزه بر ضد خائنان و دشمنان ملت تاجیک هزاران نفر خدمتچیان حربی قوای مسلح قهرمانانه هلاک گردیدند. دولت و حکومت و مردم شریف تاجیکستان فداکاری و جانبازی‌های افسران و سربازان شورای وطن را هرگز فراموش نمی‌کنند و خاطره نیک جوانمردان را که برای برقرار نمودن ساخت کلیسانی، حمایت مرز و بوم وطن
پایداری صلح و ثبات و حفظ زندگی آرام و آسایشته ساکنان مملکت جان خود را نثار کردند همیشه پاس می‌دارند. محض به همین خاطر به مردم شریف تاجیکستان از جمله به جوانان کشور اینچنین به خدمتچیان حربی دائم تاکید می‌نمایم که زیرک و هوشیار باشید و هرگز فراموش نسازید که فضای آرام و آسوده امروزه مملکت بر عوض جان هزاران نفر جوانمردان وطن دوست و وطن پرست و با ننگ و ناموس خلق تاجیک به دست آمده است. حاضرین ارجمند، تربیه و جابجاگذاری کادرهای صاحب اختصاص دارای مهارت بلند کسبی شرط اساسی تقویت اقتدار مدافعوی کشور می باشد. در رابطه با این مسئله می خواهم یک نکته مهم را بار دیگر خاطر نشان سازم که هنگام تأسیس دادن ارتش ملی ما شماره ضروری افسران و متخصصان کسبی نداشت. بنابراین یکی از اولین واحدهای حربی که در هیئت قواهای مسلح تأسیس دادیم مؤسسه تعلیمی کالج حربی بود که امروز همچون دانشکده حربی وزارت مدافع فعالیت کرده ایستاده است. در ظرف 30 سال مؤسسه‌های عالی حربی مملکت و دولت‌های پیشرفته جهان را 5300 نفر از جمله اکادمی حربی خارج کشور را 650 نفر جوانان ما ختم کرده، حالا از بین آنها صدها نفر خدمتچیان حربی دارای رتبه عالی حربی در وظیفه‌های رهبری و فرماندهی جزو تام‌های قواهای مسلح فعالیت دارند. امروز در مؤسسه‌های تحصیلات حربی داخل و خارج کشور باز 1500 نفر جوانان ما تحصیل کرده ایستادند. در مجموع در زمان صاحب استقلالی برای با کادرهای بلند اختصاص تأمین نمودن ارتش ملی دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور در داخل و خارج مملکت بیش از 28,000 متخصص تیار کرده شد. 28,000 این کاری آسان نیست. قابل ذکر است که امروز زیاده از 80% افسران قواهای مسلح ما افسران کسبی یعنی ختم کردگان دانشکده ها و اکادمی های حربی می باشند. بسیاری افسران ما 2 و حتی 3 دانشکده های عالی حربی کشورهای خارجی را ختم کردند. طی سالهای استقلال دولتی هزارها نفر افسران پرپرشکا و سربازان قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق برای شجاعت و جسارت و خدمت صادقانه با مکافات‌های دولتی و صدها نفر با رتبه‌های عالی حربی سرفراز گردانیده شدند. تنها در عرفه جشن 30 سالگی تأسیس یابی ارتش ملی بیش از 700 نفر خدمتچیان قواهای مسلح مملکت، ارتش ملی، دیگر ساختارهای حمایت حقوق، افسران و سربازان با مکافات‌های عالی دولتی سرفراز گردانیده شدند. حفظ مرز و بوم کشور از تهدید و خطرهای زمان نو خصوصا در جهان پرحوادث معاصر تأمین نمودن امنیت دولت و ملت و ثبات و آرامی جامعه تنها با داشتن قواهای مسلح متشکل و توانا و مجهز با تجهیزات و تکنیک پیشرفته حربی و مهمتر از همه خدمتچیان حربی وطن دوست و وطن پرست دلیر و جسور و صادق به دولت و خلق تاجیکستان امکان پذیر می باشد. شما می دانید در ظرف 30 سال چگونه با خائنان هم بودند. کوشش میکردند که تاجیکستان پابرجا نشود و همچون کشور صاحب استقلال در خریطه سیاسی ارزی هستی نکند.
نقشه از بین بردن پارچه پارچه کردن تاجیکستان را کشیده بودند. یراق درست هم مسیحی درست هم نداشت. سر لباس نبود، مواد غذایی نبود، کسی معاش نمیپرسید، عنوان نمیپرسید. ببینید تا درجه سال 1997 قریب که ما یگان کس مکافات های دولتی دادگی نیستیم. کسی برق نمیپرسید، گاز نمیپرسید، معاش نمیپرسید. همه در وهم جان بودند مردم تاجیکستان که آیا زنده میمانیم یا نه. وضع بسیار مرکب و ناآرامی حربی و سیاسی که امروز منطقه و جهان را فرا گرفته است، این چنین طرف وسعت پیدا کردن مقیاس خطر و تهدیدهای معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم، جنایت‌های کیبری، قاچاق معاملات غیرقانونی، مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکل فرامیلی تقاضا می‌نماید که برای پرزور نمودن اقتدار مدافعی کشور و باز هم برابر داشتن سطح آماده باشی جنگی جزو تام‌های حربی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشید. شکر نمیگوییم که ما تاجیکان دولتی صاحب سلاح خود را داریم. اعضای تمام سازمان‌های جهانی بین‌المللی هستیم. برابر ابرقدرت‌ها در این سازمان‌ها یک آواز داریم و تاجیکستان را امروز نه که میشناسند، تشبس‌های جهانی تاجیکستان را جانبداری میکنند در مسائل گلوبالی، مسئله آب، مسئله بسیار جدی جهانی است. در تمام جهان تشبس‌های تاجیکستان عملی شده ایستاده است. این باعث افتخار است. از تاریخ میخوانیم قهرمانی‌های تیمورملیک و واسع مقنع و دیگر قهرمان‌های گذشتگی حمایه کردن. میتواند ملتی تاجیک ملتی فرهنگی است، ملتی که عقل دارد، قلم دارد، تاریخ و تمدن باستانی دارد، ملتی که تمدن آفر است، تمدن ساز است. ما یراقی هسته‌ای نداریم. خطا کردند دشمنان ملت تاجیک. تیر کمان گرفته به سر مادر خود آمدند. بزرگی ملت تاجیک در وحدت است، در سرجمعی ملت است که قدرت و توانایی این از یراقی هسته‌ای بیشتر است. در لحظه های حساس، زمان بسیار خطرزا، پیشگویی نشونده، زمانی که یراق ناشوی با شتاب، جنگی سرد با شدت شروع گشته است و ادامه دارد، تمام جهان را فرا گرفته است، ما باید متحد باشیم. از هر وقت دیگر زیرک باشیم، در غفلت نمانیم. فکر امنیت ملت و دولت خود را کنیم. اراده قوی در کار، ننگ ناموس در کار. زندگی هر خیلی میگذرد، ننگ ناموس داشتن اما در کار. جوانان را تربیت کردن اما در کار است. در لحظه های دشوارترین، وزمینترین دست یکدیگر را گرفته اما در کار. کمک کردن اما در کار. تاجیکستان وطن همه ما است. همه ما شما، کلی مردم تاجیک، کلی شهروندان جمهوری تاجیکستان. همین زمان امروزه حساس ترین، وزمین ترین در حیات انسانیت می باشد. وضع ذکر شده اینچنین اثر یک خدمتچی حربی، مهارت و ملکه معاصر کسبی، حس بلند ملی، احساس گرمی وطن دوستی، صداقت به وطن، دولت و ملت، افتخار وطن داری، جسارت و دلیری و مردانگی و فداکاری را طلب می‌کند. از این لحاظ رهبران و هیئت فرماندهی قواهای مسلح را ضرور است که با مسئله بلند برداشتن سطح و صفت کارهای تربیوی، آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص حربی، جابجاگذاری درست کادرها، در روی وطن دوستی و خودشناسی، حس ملی و انسان دوستی و رفاقت تربیت کردن هیئت شخصی اعتبار باز هم بیشتر دید. زیرا
در زمان پرحوادث امروزه تنها کادرهای می توانند امنیت دولت و ثبات جامعه را تامین نمایند که دارای دانش‌های معاصر حربی و سطح بلندی کسبیت بوده تکنولوژی‌های نوتری را از خود کردند و وطن خود را صدقاً دوست می‌دارند. از این رو بار دیگر تاکید می‌نمایم که در سطح طلبات زمانه برای ماندن آمادگی کسبی و تربیت هیئت شخصی وظیفه اساسی هیئت فرماندهی به حساب می‌رود و از هر یک رهبر و افسر مسئولیتی بلند و دانش و ملکه ضروری را تقاضا می‌نماید. تکرارا خاطر نشان می‌نمایم که رهبران و افسران باید به سربازان مثل فرزند خود مناسبت نمایند و نسبت به آنها غمخوار باشند. شخصا من همچون سرفرمانده عالی قوای مسلح هر یک سرباز را مثل فرزندان خود دوست می‌دارم و همیشه کوشش می‌کنم که به همه خدمتچیان حربی و در نوبت اول برای سربازان شرایط بهترین خدمت و زندگی مهیا کرده شد. من بر شما سیمای چهره شما دلار نگاه میکنم افتخار میکنم. آن چیزی که به دست خود دستی دادم دوست میدارم. من دائما در جلسه های حکومت در ملاقاتات در جلسه های شورای امنیت بر رهبران وزارت ساختارهای قدرتی قوای مسلح نظامی دیزی خود تاکید میکنم شرایط سربازان را خوب تر کنید. برادر من را 3 سال خدمت کرد در ارمیا سرحدبان بود در سال 60. خب کشتن مادر من پدر من چگونه عذاب کشیده است من شاهد هستم. هر یک بوته‌ای که آتش میگیرد علنگه میزند میسوزد وای بوته خودش احساس دیگران نه. شما کمایر همینا رو فراموش نکنید. شما هم فرزند داریم در جای هم افسرمان سربازمان خودت هم ساعتی که فرزندی خودت در همونجا خدمت میکند در پی 30 سال من شاهد هستم چگونه قهرمان یا سربازای قطاری کردم نسبت به 20 سال فرق میکند. تامینات سر و لباس معاش 23 سامان میگرفتند وزیر 7 سامان کسی نمیگو که این کم است. اگر ما شما صادقانه خدمت کنیم به ملت به وطن خود امنیت تنجی آرامی را تامین نماییم هر سال مثل سال گذشته رشد اقتصادی ترقیات پیشرفت و درآمدی بودجه هم بیشتر میشه. درآمد که شد 2 سال پای هم ببین در 2 سال 50% معاش خدمتچیان بلند شد. دیگر که پیش از همه ما شما صادق بودن امانده کار با وطن با ملت با دولت خود با مادر خود وطن مادر میگوییم ما شما افسران در همین رویه سربازان را تربیت کنیم. وابسته باید میخوام مسئله تربیت حربی وطن دوستی و دعوت به صف قوای مسلح را مخصوص خاطر رسان نماید. دوره که از تحلیل را برمیاد سالهای آخر در بعضی ولایت‌ها و شهر ناحیه‌های مملکت از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان گروه ناحیه‌های وادی رشت شهرهای دوشنبه و اسفره و دیگر شهر ناحیه‌ها معرکه دعوت به خدمت حربی در مهلت‌های کوتاه‌ترین حتی در مدت 1-2 روز جمع بست کرده میشه. در رابطه با این تاکید می‌نمایم که خدمت به وطن یعنی خدمت حربی مکتب جوانمردی و دوره همه طرفه آب و تاب یافتن جوانان میباشد. جوانمردانی که خدمت میکنند بعداً عائله دار میشوند یا که تحصیل و دیگر به نهایت در زندگی عائله داری میباده زندگی بسیار مهم است. کم به خطاگی را به قدر زن هم میرسد به قدر خدمت پدر و مادر هم میرسد. فرزندای منصب دارا پول دارا اونایی که نمیروند چیکار میکنن؟ عالم شده است
اختراعکار شده است، دانشمند شده است، شاعر شده است، نویسنده شده است. چی شده است؟ غیر پرابلم ایجاد کرده دیگر چیزی نیست. با پدر و مادر خدمت به وطن مادر قرض فرزندی هر یک جوان به حساب می رود. بنابراین هر یک جوانر باید قرض خود را در نزد وطن، دولت و خلق تاجستان اجرا نماید. در برابر این تاکید می سازم که اساس آماده باشی حربی قوای مسلح را رعایت حتمی و بیشون شرای قانون و آیین‌نامه‌های حربی، ترتیب و انتظام و تربیت درستی حربی و وطن دوستی در بین هیئت شخصی تشکیل می‌دهد. علاوه بر این تحولات و حادثه‌های سال‌های آخر جهان ما را هشدار می‌دهند که جهت به طلبات روس مطابق گردانیدن سطح آماده باشی قواهای مسلح خود و تحکیم اقتدار مدافعی مملکت من بعد نیز تدبیرهای ضروری اندیشید. این امر ضروری را حمایه استقلال آزادی و دخل ناپذیری حدود کشور، تأمین امنیت دولت و خلق تاجیک طلب می‌نماید. با در نظر داشت این ضرورت در پیام نوبتی رهبر دولت مخصوص تاکید گردید که حکومت مملکت، وزارت مدافعت و دیگر ساختارهای نظامی کنسپسیای مدافعی ملی را تهیه و پیشنهاد نمایند. حجت مذکور سمت‌های اساسی سیاست مدافعی مملکت را معین کرده در برابر دیگر چاره‌بینی‌ها، اینچنین تقویت اقتدار و امکانیت‌های قواهای مسلح، از نوسازی و مجهزگردانی آنها را جهت مطابق نمودن به خصوصیت تهدید و خطرها و وضعیت زود تغییر یابنده جهانی معاصر در بر می‌گیرد. حاضرین گرامی، چنانکه ذکر گردید، ارتش ملی 30 سال قبل عملاً در جای خالی تأسیس ساده ما امروز به یک ساختار منظم و نیرومند و با اعتماد تبدیل یافته است. طی 10 سال گذشته از جانب حکومت مملکت 10 قسم حربی با تمام انفراستراکچور ضروری، 24 کمیساریات حربی شهر نایاب و زیاده از 100 انشاءات خدمت رسانی نو ساخته و استفاده سپرده شد. در این دوره جهت فراهم آوردن شرایط مساعد خدمت و زندگی برای قواهای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت بیش از 2600 انشاءات و بناهای نو بنیاد کرده به استفاده سپرده شدند. خودی همیشه به روز برای تنها قشون‌های سرحدی زیاده از 100 انشاءات ساختمان‌هاش رفته ایستاده است. ادماغ‌های سرحدی هم برای افسران، اهل عائله‌شان خانه اقامتی پیش نبود. باز انشاءات‌های دیگری است که ما ادامه دادن آماده کار سال به سال، هم برای خدمت، هم برای استراحت، فراغت، هم آینده درباره تأمین با خانه‌های اقامتی برای افسران. این هم کار کرده ایستادیم. با رشد و پیشرفت ترقیات اقتصادی مملکت آهسته آهسته این مشکلات هم پس سر میشه. حکومت مملکت دستگیری مالیوی اجتماعی خدمتچیان حربی را در آینده نیز ادامه داده، جهت بهتر گردانیدن شرایط خدمت و زندگی هیئت شخصی، بلندبر داشتن سطح تأمینات اجتماعی، پرزور نمودن اقتدار مدافعی، از نوسازی اقتدار تکنیکی و مجهزگردانی قواهای مسلح، تمام چاره‌های ضروری را عملی می‌گرداند. باور دارم که هیئت شخصی قوای مسلح مملکت من بعد نیز رسالت مقدس و قرض جوانمردی خود، حفظ امنیت دولت و جامعه، زندگی آسایشته و زحمت سازنده مردم تاجیکستان را با انتظام نمونوی، دانش و ملکه معاصر، روحیه بلندی وطن دوستی، اراده مستحکم، صداقت به وطن، دولت، خلق مملکت و کسب با شرف خویش سربلندانه اجرا می‌نماید.
من با دلیل او شجاعت، حس بلندی ملی و احساس گرمی وطن دوستی و وطن پرستی افسران و سربازان باننگ و ناموسی وطن باور دارم و با آنها افتخار میکنم. با اعتماد کامل ابراز می‌دارم که افسران و سربازان شجاع قوای مسلح با سوگند حربی خویش من بعد نیز صادق میمانند. رسالت فرزندی خود را در نزد وطن، ملت و دولت صاحب استقلال تاجیکستان جوان مردانه اجرا میکنند و حفظ استقلال و آزادی سرزمین اجدادی، امنیت و ثبات و آرامی جامعه را با هوشیاری و زیرکی و در سطح بلند کسبی تأمین میکنند. بار دیگر تمام هیئت شخصی ارتش ملی، دیگر ساختارهای نظامی مملکت و مقامات حفظ حقوق، اینچنین شما حاضرین گرامی را به افتخار 30مین سالگرد تأسیس یابی ارتش ملی تاجیکستان صاحب استقلال صمیمانه تبریک گفتم. به همه شما سلامتی و سربلندی و در راه حفظ وطن محبوبمان روح شکست ناپذیر و اراده قوی آرزو می‌نمایم. جشن مبارک باشد حامیان دلیر و شجاع وطن.